سلام و درود بچه گل یوتیوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه امروز اومدیم با یه ویدیو پک اوپنینگ، این باری FC24 ولی همراهش شاید FC موبایل هم یه سری پک های بچه ها که داخل باگ پک کرده بودن واسم فرستادن، گفتم شانس خفناتون. حالا داخل باگ که هیچی، بعد باگ هم یه سری ها پک های خفن زدن که قرار اونم واسه تون داخل این ویدیو قرار بدیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و ساب یادتون نره که یه انرژی واسه من. دوستتون دارم. بدون معطلی میریم سراغ این ویدیو. خب قبل اینکه بریم سراغ پک اوپنینگ، همینطور که داخل کلاب میبینین آلیسون 94 رو با شاو 96 پک کردیم. واسه پک های معمولی بود، من نمیدونستم که داخل پک های معمولی همچین چیزی و کارتی رو پک میکنیم. حالا دیگه میریم سراغ پک اوپنینگ، میریم شانسمون چطوره. خب این هم از استور که یه سری پیکا داریم. بذار اول اینا رو بزنیم ببینیم داخل پیکا چیه. بعدی رو باز میکنیم. 89 کاسمیرا. بعدی اوه سو کلیسا داره کنه. پک هایی که میگه همینا 88 88. بریم بعدی. آبر چی؟ اوبردور؟ نه پیک آخرمون بود. خب بریم سراغ این پک اولتیمیت. بینیم داخل این آبی نشد. گلکیبه ای بابا نواز بهمون چی میده؟ دوتا مثبت 86. امیدوارم آبی بشه. آبی شد. واو توتسه پشما خانوم زلمه چی؟ اولین توتسمون رو گرفتیم. خب بریم واسه بعدی. امیدوارم اینم بهمون توتس بده. آبی شو آبی شد. آلمان CDM. این کی میشه؟ پشت کی میشه؟ توتس. ای بابا این چیه دیگه؟ این شیرولر چیه؟ خب بریم سراغ بعدی. امیدوارم این بار توتس خوبی بهمون بده. این اصلا توتس میشه که نشد. ای بابا موزه چیه؟ خانم بیتیم برونو فرناندز. بریم یه دونه دیگه هم بزنیم. امیدوارم توتس باشه. آبی شو پرتغال CM برونو فرناندز. پشتش کیه؟ ای بابا بازم دوباره همون میدن. خب بریم سراغ این پکه. 4 تا مثبت 85. امیدوارم داخل این توتس باشه. که نیست. ای بابا لوکا مودریچ. خوبه. خب بریم سراغ این پکه. ببینیم داخل این پک میده توتس یا نه. دوباره آبی شو. ای بابا انگلیس گلکیپر منچستر یونایتد. پشتش کیه؟ قاسم نه بلینگام. خب بریم سراغ این پک ترید. بریم داخل این مثبت 85 یه دونه آبی شو. نشد. ای بابا اسپانیا گلکیپر بارسلونا
ای بابا 80 نمیتونه این پکه پرتغال سیری من سیتی حالا بیا 88 ترید هم هست دبلی خب دوتا مثبت 81 آبی شو آبیه اوروگوئه گولکیپر موسلرا از دوتا مثبت 81 موسلرا کشیدیم بیرون ایوه 5 تا مثبت 84 ببینیم داخل این دیگه باید حتما توست بده جون مادر آبی شو آبی شو ای بابا بانزا اینجا هم دست از سر ما بر نمیداره هرچی ما داخل افسی موبایل پک میکنیم اینجا هم پک کرده بابا ول کن جون مادره بریم سراغ 5 تا مثبت 84 دیگه جون مادر آبی شد ای بابا کجستان وارسخیلیا بریم بعدی امیدوارم این آبی شد آبی شد آبی شد ای بابا دوباره همین دروازه‌بانه موسلرا بریم سراغ بعدی آبی شد ای بابا فرانسه گندلا دوستان بارسایی ها پشتش ببینیم کیه نویر مرسی خب بریم سراغ بعدی آبی شد آلمان گولکیپر نویر بریم واسه پک بعدی آبی شد نشد کرونا یا سیدواس خب بریم 3 تا مثبت 86 امیدوارم این دیگه داخلش توست باشه دیگه خسته شدم اینقدر توست پک نکردم توست آبی شد آلمان CDM کیمی نه چیه آوردو پشتش کیه پشتش خانوم گرین وود عالی 94 مرسی یه دونه 94 خانوم گرین وود بدک نبود دنبال فندکم یه فندک بگیرم همه چی حله بریم واسه پک بعدی خدا کنه دوباره آبی شه نشد ای بابا آرژانتین هستی این گوه رو داد بریم واسه بعدی آبی شد ندرلند سیریان من سیتی برد ای بابا دست چیه دیگه بریم واسه 3 تا مثبت 86 امیدوارم آبی شه نشد مصیبه خب بریم سراغ 2 تا مثبت 86 آبی شد اسپانیا روبن دیاز خب بریم بعدی امیدوارم این دیگه توست باشه آبی شد ای بابا سیره منسیتی پشتش کیه روبن دیاز
چقدر روبنیات پک. خب این بود از پک اوپنینگ FC24 که فقط تونستیم گرین‌وود خوب پک کنیم. اولی همونورم فودر خوبی داد که تونستیم اودگارد و هاوارتس رو ببندیم. از طرف دیگه از پکای شیرورم که تونستیم شاو با آلیسون پک کنیم. ولی پکای اصلی مونده واسه اولتیمیت که قراره داخل اولتیمیت پکای خفنی بزنیم که احتمال زیاد اونجا دیگه بازیکن‌ها رو جارو کنیم. خب الانم میریم سراغ پک اوپنینگ FC موبایل که بچه‌ها ویدیو رو واسمون فرستادن، ببینیم چیا پک کردن. برو بریم. خب بریم سراغ پک‌های بچه‌ها. آقای رانگو فرانسه سیم ویرا بچه ها شانس دارن، ما هم شانس داریم. خب بریم سراغ پک بعدی. فرانسه امباپه توتی. یه پک دیگه است. آره یه پک دیگه است. پک دیویژن ریوارز. آره دیگه گفتم پکای خفن توتستون رو بفرستین، اینا رو میفرستن. خب بریم پک بعدی. انگلیس سیم آرسنال رایس 98. بریم بعدی. امیرجان دوباره پک سکه جم. این پک بچه ها خیلی خوب توش پک کردن، هم پک سکه هم پک 4. بریم ببینیم داخل این چی پک میکنه. انگلیس استی چی چیزه واتکینز 96. خوبه بدک نیه واتکینز هم. الان من هر پک دارم میزنم همش 94 بهم میده. بریم رحمت جون میبینیم چی پک کرده. پک اکسچنج انگلیس آربی آرسنال وایت 94. فکر کنم پک خفن رحمت بوده که فرستاده. 94 پک کرده. امیر 31. بریم ببینیم امیر 31 چیه. بلژیک سیم کوین دی بروین. شانستون خیلی خوبه بعضیا. من از اول سیزن تا حالا هیچ خفن پک نکردم. خب سروش اسکاتلند استی داگلیش 98. شانستون خیلی خوبه خدای. این چیزا پک گارانتی چی میده. سروش جان تمام شد. محمد 028 فرانسه سیم پاتریک ویرا. آجی چقدر خوب شانستون، از این بهتر نمیشه. بریم بعدی. پارسا این پک چیزه ایونت اسپانیا سیم بارسلونا گاوی 96. خوب بود. بریم بعدی. اسپانیا سیم رودری رودری 96. راوف جان. بریم ببینیم ابول چی پک کرده. ابول اسکاتلند داگلیش استی
پکاتون خفن همه. مرداد چرا اینطوری فرستادی مرداد؟ فرانسه سیم پاتریک ویرا. مرداد با کیفیت خوبم فرستادی، چرا کج و کوله؟ وندای آدش 95. حاجی اون یکی ببینیم، فکر کنم تو باگه. نه فکر کنم داخل باگ پک کرده مرداد. هالند دهنتو سرویس. هالند 98. 2 تا هالند 98. پشما آجی مرداد جون خوب سو استفاده کردی، فکر کنم داخل باگ استفاده کردی اینا. دهنتو سرویس دارد. خب از پک سکیجه من فکر کنم فرانسه سیم پاتریک ویرا. میام تو اون پک خیلی پک شده. این جناب لورد چی پک کرده؟ فرانسه سیم پاتریک ویرا. دهنتون سرویس، ما هیچی پک نکردیم. هی دیتل پک استار برزیل گلکیپر وندک. میام وندک آلیسون 95 خوب بود. بریم سراغ علی. پرتغال سیبی کاربالیو. پشتش ببینیم کیه. اینا که پشتشون 94 داخل باگ پک نشدن. خب نوشته اینم از سفیدیمون، ولی به خدا تو باگ نبود، همین 3 زور بود. دیدی؟ پاتریک ویرا. اینا داخل باگ هم نیست، ولی پاتریک ویرا پک میکنه. شانستون خیلی خوبه آجی. دوستمون فکر کنم سر کلاس. آره سر کلاس. نه آها دوباره پک کرده بود، اومد دوباره چیزشو نشون بده، ویدیوشو. خب امباپه 98 پک کرده. عالی. اسم چیه؟ علی. سینا که چیز پک کرده بود. ببینیم ایلیا استی داگلیش. شانستون خوب آجی. چرا پک رو باز نمی کنه؟ پرتغال سیبی کاروالیو. کاروالیو شات هم گرفت. خب بریم سراغ آرمان. بریم آرمان چیا پک کرده. اینم داگلیش بیاره. اینایی که 94 هم پشتشون داخل باگ نیست، چون داخل باگ همشون 95 96 پشتش بودن. خب ببینیم پک بعدی چیه.
برزیل گارینچا. خب بریم بعدی. فرانسه سیم پاتریک ویرا. آقای کیو. خب امیر حسین. فرانسه سیم. ای بابا همشون پاتریک ویرا پیک کردن. بریم سراغ پارسا. این هم پک. ببینیم چیه پک. بلژیک سیم کوین دی بروین. ما هیچی پک نکرده. انگلیس این از فودن. اینم از شانس شما. واقعا شانستون خوبه بچه ها. اصلا شانس من رو جلو شما بذاری اصلا هیچه. اینم از پک اوپنینگ یه سری از بچه ها بود. گفتم واسمون بفرستین داخل باگ یا غیر باگ چیا پک کرده که همینا بود. یه سری ها داخل باگ. اون پسر اسمش کیه؟ سبکنون یه لحظه. مرداد استفاده خودش از باگ کرده بود چون یه دونه ویرا زده بود، یه دونه وندایکو و دوتا هالند و استفاده لازم اون کرده و بهترین ها رو گرفته بود. خب این بود از پک اوپنینگ شما و پک اوپنینگ خودمون که به هیچ جا نرسیدیم ولی شما رسیدین دیگه. حالا یه سری کارهای دیگه هست که گفتم از ویدیو خب یه سری ویدیوهای دیگه گفتم واسه بفرستین داخل تلگرام. حالا اینجا میگم بهتون داخل تلگرام آیدی ما داخل دیسکریپشن میذارم، آیدی تلگرام. ویدیوهایی که از گل زیباتون که میزنین داخل اف سی موبایل یا اف سی کنسول هم حتی واسم بفرستین که من قرار امتیاز بهتون بدم، ببینیم کی بالاترین امتیاز رو میگیره و کدوم گل زیباست. خب بیشتر معطلتون هم نمیزنم. این بود از ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.